خب بریم سراغ مرحله دوم، یعنی نصب و آشنایی با محیط نرم افزار اندنود. خیلی‌ها تو این مرحله اول دچار سردرگمی میشن، ولی نگران نباشید. ما قراره تو این ویدیو قدم به قدم پیش بریم تا نرم افزار رو نصب کنیم و محیطش رو بشناسیم. اه، من برای اینکه نرم افزار رو نصب کنیم باید بدونیم که این اصلا محصول شرکت کلاری ویت هستش، همون شرکتی که پایگاه داده وب آف ساینس رو داره. چند تا راه حل داریم، یعنی اینکه برای اینکه نرم افزار رو دانلود کنیم میتونیم بریم خود سایت رسمی node.com، نسخه آخرش رو ببینیم چی هستش. مثلا نسخه‌ای که الان وجود داره 21 هستش. و میتونید اگر لایسنسش مثلا دانشگاه خریداری کنه، از اون لایسنس هایی که دانشگاه داره استفاده کنید. ولی چون ما لایسنس نداریم، ما فرض کنیم که شما لایسنس رو ندارید. برای اینکه دانلودش کنید میتونید برید توی سایت soft 98.ir. این سایت رو برید جلو، اینجا توی سرچش نرم افزار اند نوت رو وارد کنید، سرچ کنید و اینجا وقتی که نرم افزار رو میاره روی ادامه مطلب برید و توی این قسمت پایین بیای، برای انواع نسخه های ویندوز اومده نرم افزار رو گذاشته که همراه با کرکش هستش. حالا من چون به خاطر اینکه ویدیو کم حجم بشه، من این نسخه رو از قبل دانلود کردم و الان میرم سراغ نصبش. شما وقتی که پوشه‌ای که دانلود کردید رو به همین شکل، یعنی به شکل زیپ هستش، اگه بیاید اکسترکتش کنید، اینجا اکسترکت آل رو بزنید، اینجا به صورت پوشه این رو خواهید داشت. نرم افزار انو تام هانز و ورژن 21ش هستش دیگه برام. خب داخل این پوشه اگه این ستاب رو نصب کنید، روش کلیک کنید روش، این براتون باز میشه، یس رو میزنید و مراحل رو به ترتیب جلو میرید دیگه. next. مثلا من فعلا میخوام فری ترایل باشه، مهلت 30 روزه داره. accept all license typical. next next next. خب اینجا من گزینه پایان رو میزنم و این کرک رو هم کپی میکنم توی اون قسمتی که نرم افزار نصب شده. اینجا نوت 21 توی پروگرام فایل بود، نوت 21 و اینجا کنترل وی رو میزنم و ریپلیس میکنم. کنتینیو. اینجور نوت براتون فعال میشه. خب بریم سراغ نرم افزار. نرم افزار رو باز کنیم. خب من یه فایل نیو رو میزنم که یک در واقع لایبرری جدید رو باز کنم، یا مثلا اینجا میتونید نام فایل و محل ذخیره سازی رو عوض کنید دیگه. مثلا من همینجا مای لایبرری، مای نود لایبرری خوب هستش، مثلا میذارم روی دسکتاپ، یا هر پوشه ای که مثلا مقاله دارم، مثلا پیپر اسم این
پوشه. خب این رو اوپن میکنم، my note of paper میذارم. خب و این رو سیو میکنم. این برای من باز میشه به این شکل که الان میخوایم بخش‌های مختلف این رو بگیم. خب یه نگاه کلی بیاید با هم دیگه به محیط نرم افزار اندنوت بندازیم. این قسمت سمت چپ رو میبینید، اینجا بخش گروپ هستش، مثلا فولدرهای داخل، مثل فولدرهای داخل کامپیوتر بهتون کمک میکنه منابعتون رو دسته‌بندی کنید. وسط صفحه در واقع اینجا کلا این قسمتی که دارم نشون میدم تمام منابع وارد شده، یعنی لیست تمام منابعی که وارد کردید این قسمت میاد و در واقع بالای صفحه هم در واقع یه سری میانبرها گذاشته که شما میتونید نیو رفرنس بذارید یا مثلا یه رفرنس رو اینزرت کنید مثلا توی فایل وردتون که هر کدوم از این بخش ها رو ساده طراحی شده و در این حال امکاناتش هم فوق العاده است. خب تا اینجا ما یاد گرفتیم که چطور انرول رو دانلود کنیم، نصب و کتابخونه اولیه‌مون رو بسازیم. توی مرحله بعدی سراغ بخش جذابتر این که چطور منابعمون رو وارد اندنوت کنیم، چه به صورت دستی و چه از سایت هایی مثل گوگل اسکولار. خب اگه آماده اید بریم سراغ مرحله سوم.